دنبال کننده های کانال، درود بر شما. امروز یک ذوب با قارکاری سریع و 100 گرمی میخوایم به شما بگیم. ابتدا خاکمون رو آماده میکنیم. این خاک به دلیل اینکه آهن زیادی داخلش هست، من مقداری سیلیس اضافه کردم که تشکیل سیلیکات آهنی بده و به صورت سرباره بتونیم خارج کنیم. و همینطور مقداری بوراکس و کربنات سدیم و نمک و پودر زغال برای احیا کردن خاک در حال ذوب اضافه کردیم. ابتدا مقداری سرب رو داخل بوته میریزیم و سرب رو ذوبش میکنیم. باید سرب به شکلی ذوب بشه که بتونه ته بوته شناور باشه که وقتی ما خاک روش میریزیم، در صورتی که خاک رو ذوب میکنیم بتونه وارد سرب بشه. پس مقدار سرب اینجا باید به اندازه کافی باشه که من اینجا استفاده کردم. بعد متوجه شدم که کافی نیست و مقداری سرب اضافه کردم. حالا شما تو ویدیو میبینید که چه اتفاقی میفته. بعد از اینکه سرب کاملا ذوب شد، ذره ذره کم کم خاک رو به سرب اضافه میکنیم و شروع میکنیم حرارت دادن با حرارت هم ملایم و هم شدید که خاک ذوب بشه و طلا رو پس بده به سرب. دقت بفرمایید، بسیار کم به سربمون خاک رو اضافه میکنیم، به تدریج حرارت میدیم. وقتی که روی خاک یه مقدار خمیری شد، اون وقت میتونیم شعله رو زیاد کنیم تا این ذوب شده ها به داخل سرب نفوذ کنه. ضمناً با این ترکیبی که ما در کمک ذوبمون استفاده کردیم، مقداری سرباره جمع میشه روی سرب که اینا رو باید خارج کنیم. سرباره ها سیلیس با آهنی که داخل خاک هست سیلیکات آهن میشه و کربنات سدیم و بوراکس هم که باعث نرم شدن ذوب میشه و روون کردن ذوب میشه، اینا باعث میشن که ذوب ما بهتر انجام بشه. و نمک یه مقدار به ذوب شدن خاک کمک میکنه و همچنین پودر زغال هم به احیا کردن بخشی از خاک که احیا نشده کمک میکنه. با این کمک ذوب‌ها شروع کردیم کار کردن و کار را انجام میدیم. من مجبور شدم صدای ویدیو رو قطع کردم به خاطر اینکه دوستان خیلی اعتراض داشتن که صدای شعله و صدای محیط بسیار آزاردهنده بود در ویدیوهای قبلی. و البته تو ویدیوهای قبلی ما مقدار 10 گرم خاکی که میدونستیم و کنسانتره بود استفاده کردیم. اینجا ما از خاکی استفاده کردیم که فقط میدونیم طلا داره، نه مقدارش میدونیم چقدر هست، و تصمیم گرفتیم که 100 گرم خاک رو
آماده کنیم. به این 100 گرم خاک ما هولوش 300 گرم سرب زدیم و به خاکمون هولوش 10 گرم بوراکس، 25 گرم کربونات، 5 گرم نمک، 3 گرم پودر زغال و دیگر هیچ. این کمک ذوب‌ها رو ما اضافه کردیم. ببینید الان خاک شروع کرد به ذوب شدن و مقداری که ذوب میشه تله ها رو به سرب پس میده. همینجا من متوجه شدم که مقدار سرب کم هست که اولین فرصت این مقدار سرب اضافه میکنم. سرباره تشکیل شده روی ذوب رو میتونیم با میله های گرافیتی کلفت. البته من اینجا یک میله گرافیتی کوچیک داشتم. میتونیم این سرباره ها رو از روی ذوب جمع بکنیم. الان دقت میکنید که من فهمیدم که مقدار سربم کمه. باید سرب به شکلی باشه که وقتی که خاک ذوب میشه روش شناور بشه و غوطه‌ور بشه. من مقداری سرب آوردم. بعد از اینکه بوته رو مجدد گرم میکنم سرب رو مجموعه اضافه میکنم که عملیات راحت تر انجام بشه. بله، سرب رو اضافه کردم. و از این به بعد یه مقدار به خاطر اینکه سرب بیشتر شده کار من راحت تر انجام میشه. و باز هم من در آخر ویدیو بازم سرب اضافه کردم و نمیتونیم همون اول خیلی سرب اضافه کنیم به دلیل اینکه جا داشته باشه داخل بوته که بتونیم عملیات ذوب رو انجام بدیم. الان که سربمون داغ شده میتونیم کم کم خاک رو اضافه بکنیم و کار بهتر انجام میشه. دقت بکنید وقتی که خاک رو اضافه میکنیم باید شعله ملایم باشه، خیلی ملایم باشه تا پوشش بیرونی خاک یه مقدار خمیری بشه. بعد میتونیم شعله رو زیاد بکنیم. همینطوری که میبینید من با کم کردن اکسیژن شدت شعله رو کم میکنم. و همینطور کم کم خاک رو اضافه میکنم و ذوب میکنم.
ابتدا سرباره به شکلی هست که نمیتونیم از سوی بوته خارج بکنیم. بهتره که با همون میله های کربنی این سرباره رو جمع بکنیم. الان به شکلی شده که من میتونم کم کم سرباره رو خارج کنم. باید مواظب باشیم که به هیچ جهت سرب ما بیرون نریزه و کامل جدا هست، یعنی قسمت سرب و سرباره کامل از هم جدا هست. میتونیم و الان میبینید که وقتی که سربمون کامل داغ هست خیلی سریع از زیر و رو خاک ذوب میشه. این خاک در حال ذوب شدن هست، آهنش به سیلیکات آهن تشکیل میشه، تبدیل میشه. ببین دیگه خاکم رسید نزدیکای اتمام که البته من یه مقداری تو ویدیو نشون ندادم وگرنه خیلی طولانی تر بود. این کار من هولوش 45 دقیقه طول کشید. آهنی که داخل خاک هست که طلا هم بهش چسبیده، آهن تبدیل به سیلیکات آهن میشه، با سیلیس ترکیب میشه، تشکیل سیلیکات آهن میده و همینجا هست که طلاشو به سرب پس میده. همینطوری که تو کالقاری قبلی دیده بودید، کالقاری سری دیده بودید، اینجا باز باید ما نقره اضافه کنیم در پایان. وقتی که خاک تموم شد باید یه مقدار نقره اضافه کنیم که من اینجا هولوش 6 گرم و 600 سوت نقره اضافه کردم. بازم سرباره رو تخلیه کردم. دقت بکنید، البته اکنون اونقدر شدت نداره ولی دود و بخار سرب بسیار خطرناک و سرطانزا هست. حتما از ماسک مناسب استفاده کنید. ماسکایی هستن که فیلترشون مخصوص دود هست و همون ماسک فیلتر مخصوص اسیدم داره. از اون فیلترها استفاده کنید، خیلی عالیه. این هم اتمام خاک بود، آخرش بود. ببخشید این پیام های گوشی من ولکن قضیه نیستن و من فراموش کردم که سایلنت کنم. دوستان عزیز، من مجبور بودم
برای این کار که در واقع کاری هست که دارم انجام میدم، همزمان با کارم این ویدیو رو تهیه بکنم. حالا هم عملی هست، حالا به این شکل نیست که خیلی ویدیوی خوشایندی باشه برای شما، ولی خب در عمل شما متوجه میشید که یک کار به شکل عملیاتی چه شکلی در میاد. وقتی که سرواره رو کامل خالی کردیم و اینجا فقط سرب داریم، میتونیم نقره رو به مجموعه اضافه کنیم. نقره رو اضافه کردیم. اینجا که نقره اضافه شد، دیگه ما باید سربمون رو به اکسید سرب یا آبه تبدیل کنیم و از بوته خارج کنیم تا برسیم به فقط نقره. برای این کار قبلا هم گفتم ما شعله رو کم میکنیم و اکسیژن رو زیاد. حتی گاهی اوقات میتونیم شعله رو کامل ببندیم و فقط اکسیژن بدمیم. با این کار سریعتر سرب اکسید میشه و به آب تبدیل میشه و دود خیلی زیادی میاد که حتما در این خصوص ماسک استفاده کنید. بسیار خطرناک است. این آبه هست که داره تخلیه میشه و میبینید که مقدار زیادی، یعنی تقریبا تمام سرب تبدیل به آب میشه. دقت بکنید آبه یک رنگ طلایی رنگ خوشگلم داره. گول نخورید. شاید مقداری طلا هم داخل این آب باشه، ولی گول نخورید، اینا طلا نیستن و رنگ آبه این شکلیه. ما این نقره رو باید برداریم و پس از سرد شدن و تمیز کردن داخل اسید نیتریک 50% بندازیم تا اینجا با آب خنک میکنیم و آماده میشه برای اسید نیتریک. اینجا داخل اسید نیتریک 50% میاندازیم، کمی هم حرارت میدیم شروع به حل شدن نقره میکنه و ته ظرف ما مقدار سیاهی که میبینید این طلایی هست که ما گرفتیم. ممنونم که از ما حمایت میکنید. سپاسگزارم.